الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لله تعالی، الله متعال، الله پاک در این لحظه های زندگی ما و شما بنده های پر از عصیان و گناهکار خود را الله مهربان التجا دارم، دعا میکنم که پروردگارا من و شما را در این لحظه های زندگی براه راست با فهم قرآن، با فهم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تقلید به اصحاب پیامبر، پیروی از سلف صالح نصیب و روزی بگرداند و پروردگار را در این لحظه های زندگی من و شما را از آفت ها و بلاها، علل خصوص مردم مظلوم روی دنیا را، مردم غزه را از دست این صهیونیست‌های ملعون خلاص بگرداند. و امروز که باشد عزیزان دل، بنده تصمیم گرفتم یک حدیثی که کوتاه هم که باشد معنای کلانی را در بر میگیرد در بابت حج خواستم همراه صحبت داشته باشیم، به خاطر که امروز الحمدلله و المنه بسیار از برادرها و خواهرای من و شما سفر بر حج میکنند، چه حج فرضی باشد و چه حج عمره باشد. و بنده تصمیم گرفتم در همین باره کمی یک صحبت داشته باشیم، به خاطر که اگر اون برادرها و اون خواهرایی که امروز سفر به حج فرضی میکنن یا حج عمره میکنن، انشاءالله اگر از این صحبت ها برخوردار شوند، این چیزایی که بنده الان میگم کمی معلومات داشته باشند، انشاءالله از فضیلت های اونجا برخوردار میشوند و حاجی میشوند انشاءالله که بر میگردن و از اونها دیگرها عبرت گرفته و چکو میکنن آماده به حج میشوند. یک حدیثی رو داریم که عمرو ابن العاص رضی الله عنه میگویند یک سرلشکر اسلام است که مصر امروزه که هست به دست این جوانمرد فتح شدگی. این مرد سالهای سال به ضد پیامبر جنگید، دید که روز به روز صف مسلمان ها زیاد میشوند، مشرکای مکه پراکنده میشوند و روز راه به سوی مدینه گرفت. از یک طرف راه نگاه کرد که خالد اومده است. خالد را پرسید به چی مقصد روانه هستی؟ گفت تو به چی مقصد؟ عمرو ابن العاص رضی الله عنه گفت که راست بگم با مقصدی که برم مسلمان شم. دیگه میبینم وقتی که همه آشکار دین برحق است و وقتی این گپ گفت خالد هم گفت که من به همین مقصد هستم. هر چو رفتن به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، با مجرد که میرفتن الکی حضرت جبرائیل علیه السلام پیامبر رو بشارت دادگی بود. و جالبش در این بود که وقتی که عمرو ابن العاص به نزد پیامبر رفت، دستش دراز کرد، گفت یا رسول الله من میخواهم مسلمان شوم، به شما بیعت کنم. وقتی که پیامبر دستش دراز میکرد، عمرو ابن العاص رضی الله عنه دست خود رو کشید. پیامبر گفت به شما چی شده است یا عمرو؟ گفت یا رسول الله میخواهم شرط بگذارم به شما. گفت چی شرط میگذاری؟ گفت شرط میگذارم که در حق من دعا کنی که پروردگار این گناهایی که من کردم یا را ببخشه. و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفت یا عمرو، آیا نمیدونی که هر کسی که کافر است به اسلام رو میکند، یعنی مسلمان میشود، الله مهربان گناهایی که قبلا کرده بود همه رو میبخشد؟ آیا این را نمیدونی؟ آیا نمیدونی عمرو که هر کسی که به خاطر خدا هجرت میکند، یعنی که از مکه به مدینه هجرت میکند، خداوند گناهاش میبخشد؟ یعنی در او وقت هجرت کردن فرض بود از مکه، به خاطر که بسیار عذاب میدادن مشرکای مکه مسلمانان را. گفت ای عمرو، آیا نمیدونی که هر کسی که به حج میرود خداوند گناههای ما قبلش میبخشد؟ عزیزان دل، موضوع ما در آن میجا است که نگاه کنید که پیامبر به عمرو ابن العاص سه توصیه کرد. یکم گفت که وقتی انسانی که مسلمان میشه، کافر مسلمان میشه، همه گناهاش بخشیده میشه. و دوم کسی که به خاطر خدا هجرت میکند و سوم کسی که چیکار میکند؟ طواف خانه خدا میکند، یعنی حج میکند. عزیزان دل، در اطراف این نظر کنیم، علما بسیار یک شرحهای خوب هم دادگی هستند نسبت به این حدیثی که
حج باید حج مبرور باشه. حج مبرور علما چند شرط و شروط ها گذاشتگی هستند که یکم این که حج مبرور حج را میگه که اون با مال حلال باشه و دیگر این که یکم شرطش که مال حلال باشه. دیم شرطش این است که او انسانی که میروه به خاطر خدا بروه، نه به خاطر مردم مرا تعریف کنن، مردم مرا توصیف کنن، به این خاطر نه، به خاطر خدا میروه. و دیم و سوم شرط این است که او انسانی که میروه همو فرایض حج به جا بیاره، به خاطر که اون بخشان فرض داره. عزیزان دل، شما بسیار فکر کنید که امروزه اگر همین حاجیایی که ما میروه الحمدلله الله بازم صفشون زیادتر کنه، لکن به چه خاطر امروز عزیزان دل این حدیث اگر چند کوتاه هم باشه معنای کلانی را در بر میگیره. الله برکت. امروز بعضی جوان را نگاه میکنی کمتر مبلغ در دستش میوه خرسند میگه که سفر حج دارم، شما چی میگین؟ خوش به حالتون، الله بازم صفتون زیادتر کنه، این غیرتون هم بازم زیادتر کنه. لکن برادران اهل اسلام، شما چگونه که در کار دنیا تو توصیه میگیرید؟ یعنی یک میخوایی که مثلا امروز نگاه که در شبکه ها برای مردم جلب کسان برای بیزنس، چی طور بیزنس کردن، مردم از وزمینی میگن رو بیارم با بیزنس، تو که یک کاری وزمین میکنه میره از چند کس توصیه میگیره. چند کس هم میپرسه که خواهی شما که همین بیزنس میکنی در این باره چی میگه ما همین کارا بکنیم یا نکنیم؟ از چند کس توصیه میگیریم. هم تاست انمی وقتی که همون مکان پاک هم رحکی میشه، مکان مقدس رحکی میشه. عزیزان دل، برادران و خواهران عزیز، من همچون یک برادر غریب، برادر غمخوار ای گپ میگم. اون برادر، اون خواهری که در دل محبت الله و پیغمبر داشته باشه میفهمم. من به خاطر نه اینکه خودم را از شما دانا گرفته خودم رو آدمی بهتر بدونم، نه، به این خاطر میگم که اگر شما این صحبت ها را اهمیت دادید انشاءالله سبب هدایت چندین کسا میشه. نگاه کنه که پیامبر داوود با عمرو ابن العاص چی گفت؟ هر کس بیاد طواف خانه خدا کنه گناهش بخشیده میشه. ای را نمیدونی؟ به همین خاطر عزیزان دل، پیش از این که اوجا میره اول کوشش کنه که در همین جا خودتون رو به صف آدم و آدمگری بدروری و کوشش کنه که در همین جا مال حلال در زندگی تو پیاده کنی، با مال حلال میل کنی. کوشش کنه که عزیزان دل با اون مبلغی که در اون صرف حج میکنه مال حلال صرف کنی. کوشش کنه عزیزان دل که در همه جا خلق خوب یاد بگیری. وقتی که این چیزا را در اینجا علاقه تو آموختن سر کردی و کوشش کنه سیم چیزی که برای شما عزیزان دل این است که از فضیلت های همونجا برخوردار شی. یعنی این شرط را اهمیته. یکم کوشش کنه که مال دوجا صرف میکنی مال حلال باشه. دیم کوشش کنه که خلق خوب یاد بگیره که در اونجا نره که با بد اخلاقی رفتار کنه. سیم این که عزیزان دل از فضیلت های اونجا از یک طالب علم، از یک اهل علم پرسان شوی. از اون بلاگرایی که امروز میروان فقط برای سلفی کنی میروان، برای پرس موتر گپ گپ بیهوده و چی میروان، یک بی سعود جاهل هستن. بعضی هاشم هم حتی اگر سخت هم نرسه همون روش هم میمونن. بعضی خواهرای اصلا حجاب هم میمونن، سعود ندارن. با او خاطر نه، به خاطر که بفهمه که مقصد آمدن ما چیه، این منطقه چی بود، در اینجا پیامبر چی شد، در اینجا اصحاب چی کردن. وقتی که اینها را شما عزیزان دل مد نظر میکنی، اینها را گوش میکنی، در قلب تو محبت ایمانداری زیاد میشود. هر لحظه اشک دیده تو میریزه، هر لحظه گناهات تو در پیش رو میزنن. پیش از این که با گناه های مردم اندیشه کنی، فکر کنی، با گناه های خودتو فکر میکنی، در پای اصلاح خودتون میشه. به همین خاطر عزیزان دل اون مکانهای مقدس قدر و منزلت چه بدونید، چی از آب زمزمش باشه، چی از طواف باشه. نگاه کنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت میگه که یک رکعت در پیش هم مسجد الحرام خونده میشود ثواب 100,000 رکعت داره اگر اشتباه نکنم. و یک رکعتی که در مسجد نبوی، در مسجد پیغمبر خونده میشه 1000 رکعت داره. یک رکعت نمازی که در بیت المقدس در فلسطین امروزه که صهیونیستای ملعون مردم جر مظلوم قرار دادن،
یک رکعتی که در این بیت المقدس خونده می شود به مقدار 500 رکعت ثواب میگیره. به همین خاطر عزیزان دل وقتی که شما این ثوابا را دانستید، الکی وقتی که میرید به مثل دیگران در فکر مال جمع کنه نمیشه، بلکه در فکر چی میشه؟ کوشش میکنه در خوابگاه اند خواب رفته در را بیدار شده میره 5 وقته در گرد بیت الله نماز میخونه، نماز فرضی را خونده به فرش شده میشنه ششتنکی نفل میخونه، هر لحظه دعا میکنه، میره بین صفا و مروه جایی که حجره مادرمون 7 پیج رفته است اومده است، میره از آب زمزم مینوشه، همه چیزا وقت ساعت چه میدنی. ها بعدا کوشش کنه که عزیزان دل هم آب زمزم بسیار همو بعضی هاشون یخماس میمونن در درونش یخ میمونن، آیا همو خنک یخ میشه از همونها او قنه نوشه. بچه خاطر به خاطر که اونها بسیار خنکی بد هستن، بعضی ها میجازشون هم میورداره همو خنکی را 2-3 روز پای در هم میخوره، با بیمار میشه، با کسل میشه و گلوهاش محکم میشه، دیگه در خوابگاه خواب میره نماز شده همونجا میخونه، دیگه به مسجد الحرام رفتن میتونه. به همین خاطر اونجا آب زمزم هسته که به یخماس هسته، یعنی که یخ در دروش نمیمونه، از همو بنوشه تو که بیمار نشه. به خاطر بعض انسان ارگانیسمش نمیبرداره. و دیگر اینکه عزیزان دل در اونجا از فضیلت‌های اونجا برخوردار شدن هم کوشش کنه نظر کنه که مردم مسلمان چه طواف میکنن، چه محبت دارن، چه میل دارن. حتی ما یک برادر که خارج میگوین در یک مجلس نشسته بودم، گفت وقتی که از تاجیکستان ما رفتیم، گفت زنها را وقتی که گم کردم خیلی گفتم اینقدر طواف کنم با میامشو در هر منطقه‌ای که باشم با میامشو پیداش میکنم. بعد میگه در همین جا نشستم، بعد میگه در همون قریبیم همون مردم مسلمانی که از حبشه بودن یا از کجای بودن، سیاه‌پوست بودن از طرف نیگریا، میگن تا گرده و نشستن و به نوبت میگه قرآن خونی را سر کردن، یا ورق ایش میخون یا ورق ایش میخون، همچنان میگه با شوق ذوق میخوندن که انت اوای دیده شو میری انت میگریستن با شوق ذوق. بعد این میگه که ما خود به خود هم نشستم و نگاه کردم، بعد میگه گفتم تو شما ور قوریو را مردان تو بهتره با نام قوری هسته، نگاه کنی که حالی که قرآن قبیدی یادت نیست، نگاه که مردم نگاه که بنده خدا را بی خدای مهربان چهره سیاهش داده است لیکن قلبش چقدر سفید است، چقدر از محبت الله هست. به همین خاطر عزیزان دل این گپو ما را باید بیدار کنن، در فکر سلفی کردن، در فکر مردم ما را تعریف کردن، در فکر پشوکای نو بناو پوشیدن خریدن تری نباشیم. او پشوک میشوه، او جمع کردن میشوه، او با او مردم اگر هم یک سمالیوت بارم بیاری این مردم ما را یا تبتی یا چه ده تبتی، او دیگرش میگه نگاه با او را داد با من نداد، سیرونو میگند بگوی نگوی میگند. فقط فکر تو دایی باشه که الله مرا رسوندی در اونجا محبت ایمان توفیقم بده، لیکن وقتی با او مکان بردد دعا که همیشه دعا که پروردگار مهربان اوجا جای استجابت دعای، وقتی تو با اخلاص خالصانه از برای خدا رفتی با مال حلال که رفتی دعا که پروردگار چگونه من برای دنیام غم میخورم، چگونه برای زن و فرزندم بیمار شوند اشک میریزه، پروردگار من توفیق ده که به گناههای خودم اشک بریزم، پروردگار بر من توفیق ده که برای دین خودم غم بخورم، وقتی یا مصیبت در دین میبینم برای دین خودم گریه کنم، برای دین خودم زیق شم. این دعا را که بگو پروردگار من بعد به من توفیق بده که دزدی میکردم دزدی را بس کنم، زنا میکردم زنا را بس کنم، الله به من توفیق ده که دیگه رفتم نماز در مسجد بخونم، الله بر من توفیق بده که 5 وقت نماز در وقتش بخونم. عزیزان دل اینها را با محبت دعا و چکو کنید التجا به سوی الله کنید. یکی از علما میگه وقتی که طواف میکردم میگه نگاه کردم یک زن اونقدر به مثل کودک داره گریه میکنه دعا میکنه، وقتی میگه به نزدیکیش رفتم اشک دیده میکرد دعا میکرد، میگفت یا الله مهربان من از تو 2 چیز رو درخواست کردم، یکم این که درخواست کردم که مرا به بیت الله برسون، الله مهربان این من به پیش خانه تو اومدم به این مرادم رسیدم، و دیم درخواستم الله از تو این است که الله بر من توفیق بده که ما در احترام شوهر خودم در خدمت شوهر خودم
بهترین زن باشم. عزیزان دل، شما هم که الله مهربان به ما و شما نصیب کرد، دعا کنید که الله مهربان بر ما توفیق بده که ما در خدمت پدر و مادرم بهترین فرزند باشم. بهترین فرزند باشم. قسم به خدا این لحظه ها را غنیمت بدونید. اوجا دعا کنید. به چی خاطر؟ به خاطر که امروز بعضیا رفتن همو حج آمدن، بر زمینه که مردم او را دیده میلی به حج کنن، از حج نفرت دارن، از حج بیزار هستن. به چی خاطر؟ به خاطر که اون انسان های گمراه هم میبینن اونها از حج برگشتن همون خر هستن، دیگه نشید هستن. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنید که از اون جمله انسان ها نباشید. فکری این معرکه کردن امروزه پیش از رفتن میکنن بعدی رفتن میکنن، فکری ها را نکنی عزیزان دل. در این معرکه هایی که میکنن یا یک خرجات زیادی هستن، یگام گناهگار نمیشه در نکردن اینها. کوشش کنه که بره. امروز بعض انسان های منافق صورت باز در چیکار میکنن؟ در همین شبکه های جا برآمد میکنن که از اونه که حج میرن پول به همون فقرا و به همون چیا تقسیم کنن، همون خودش حج میشن. نه عزیزان دل، اینها کسانی هستن که به نام مسلمان هستن یا صفت منافقی دارن، یا را گوش نداره. گوش نکنید. حج یکی از ارکان ایمان است عزیزان دل. ایمان 5 رکن داره، یکی از ارکانش حج است. بخشش که من ایره در آخر گفتم، اگر کسی فرضیت حج اگر قبول نداشته باشه او انسان کافر می شود. اگر هر کسی که با حج هم بروه به خاطر که مردم او را تعریف کنه، حج آدم حج قبول نمی شود، یعنی ریاکاری مینه. این صفت منافق است. به همین خاطر عزیزان دل، این حج چگونه که نماز میدونه فرض است، حج هم در گردن تو فرض است. همین پل در گردن تو که صاحب پل کشیده، حرکت در گردن تو حج فرض میشه. بعد یک چیز دیگر عزیزان دل، امروز بعضی میگن که من پل دارم، میگن که اگر پدر نرفته باشه باید پدر روان کنی. عزیزان دل، وقتی پل در گردن تو هست، پل همون مبلغ شما که هست در گردن شما فرض است. اگر شما نرفته، شما رفته و پدرتون رای نکرده، شما گناهگار نمیشی. لکن بگویی که من کار مینم اول پدرم بروه، همون پل در پدرت هدیه که الکه در گردن پدرت فرض میشه و در گردن تو فرض نمیشه، میتونه که پدرت بره. و ایلا اگر شما هم که رفته گناهگار نمیشه. به همین خاطر عزیزان دل، این یک صحبت بود. شاید بعضی چیزا را گفته باشم، شاید بعضی چیزا را نگفته باشم. با سوالایی که باشم میشوه که در کامنت نوشته کنید. و همچنان عزیزان دل، امروزه میدونه که از این طایفه مردمی که از دیگه صحبت کردم زیاد هستن. به خاطر الله، به خاطر الله ما چی میگم، همین را مثلا چیکار کنه به دیگران برسونه. شاید هم یک تشم گوش کنه از همون بد اخلاقیشو بر بگردن، از همون به حج میرون با میان با همون انسان های گمراه هستن، شاید بفهمن یا تشو بر بگردن. به خاطر شما نگاه کنید امروز در شبکه ها همون گمراه ها و بدبخت ها و منافق ها همون نواراش نبو به دیگران به هم دیگر ارسال میکنن. بسیار صف انسان های گمراه زیاد کردن. به همین خاطر شما هم در نشر عمل های خوب چیکار کنه؟ دستی کمک کنه که تو که در ثواب شریک باشه. الله متعال همه من شما را برای راست هدایت نصیب و روزی بگرداند و الله مهربان بر من شما رزق فراغ از وجه حلال نصیب کند و به خانه خودش رفتن زیارت بر روضه رسول اکرم صلی الله علیه و زیارت کردن، حج من شما را حج مبرور بگرداند. یعنی حج بگرداند الله مهربان که از اون برگشتیم و بر ما توبه نصوح توفیق ایمانداری که دیگران از ما عبرت گرفته و با سفر حج نصیب بگردن. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.